رگلاتورهای مختلفی رو اینجا براتون معرفی میکنیم. اولین رگلاتور شهاب هست که توی خودروهای ایرانی نسل 1 و توی خودروهای کارگاهی که بیرون از کارخونه گازسوز میشن نصب میشه. این نکته رو مد نظر داشته باشید که رگلاتورهای نسل 1، سیستم گازی نسل 1 و رگلاتورهاشون همه بیرون از کارخانه نصب میشه و در کارگاه‌های مجاز نصب شده روی خودرو که این یه نمونهش اینجا رگلاتور شهاب است. رگلاتورهای دیگه‌ای هم داریم که فعلا به همین بسنده میکنیم. رگلاتور بعدی که مشاهده میکنید رگلاتور تکنو هست که توی نسل دوم مورد استفاده قرار میگیره. روی خودروهایی مثل پراید و وانت پیکان نصب شده. رگلاتور بعدی دوباره رگلاتور نسل دوم هست، اما رگلاتور شرکت ایتالیایی OMVL هستش که روی خودروهایی مثل پراید و وانت های پیکان نصب شده. رگلاتور بعدی رگلاتور OMVL معروف رگلاتور سکونشیال هست نسل 3 که روی خودروهای مختلفی مثل سمند، پژو و 206 و حتی رعای سال نصب شده. البته با یه تغییرات کوچیک داخل هر ماشین نصب میشه. رگلاتور بعدی که اینجا داریم رگلاتور NG2 هست که روی خودروهایی مثل 405 سمند و پارس مدل پایین با یه مدل ایسوی خاص ایتالیایی تو سیستم لندرنزو نصب شده. رگلاتور بعدی رگلاتور NG1 هست که رگلاتور بسیار کوچیک تک مرحله‌ای جزء نسل 3 توی خودروهایی مثل L90 و رعای سال و سیستم های زیمنس بای فیول مورد استفاده قرار گرفته مثل پارس و بعضی سمند. و مدل آخر رگلاتور سمند موتور ملی هست که جزء پیشرفته ترین رگلاتورها هست، تک مرحله‌ای هست، نسل 4 هست و توی خودروی EF7 بای فیول مورد استفاده قرار گرفته. حالا میریم به تشریح هر یکی از قطعاتی که روی این رگلاتورها قرار گرفته میپردازیم. اولین رگلاتوری که مورد بررسی قرار میدیم رگلاتور شهاب از نسل 1 گازسوز و رگلاتور 3 مرحله‌ای هست. شاید این سوال براتون پیش بیاد که از کجا بفهمیم رگلاتور چند مرحله‌ایه؟ خیلی ساده است و خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم با نگاه کردن به یه رگلاتور. مراحل هر رگلاتور با یک کله قندی مشخص میشه. اگر دقت بکنیم روی این ور رگلاتور 2 تا کله قندی اصطلاحاً یا 2 تا برآمدگی گنبدی شکل میبینیم که یکیش میشه مرحله اول و یکی میشه مرحله دوم و اگر پشت اینم نگاه کنیم دوباره یه برآمدگی دیگه داریم که میشه مرحله سوم. پس این رگلاتور میشه 3 مرحله‌ای که در اصل 3 تا درپوش هست که زیر اون فنر دیافراگم و اهرم متصل به دیافراگم قرار داره. راه‌های شناسایی مختلفی داره که این رگلاتور رو بفهمیم کجا ورودیه کجا خروجیه و کدوم مرحله 1 کدوم 2 و کدوم مرحله آخرش هست. چند روشش رو براتون توضیح میدم. قبل از اینکه در مورد مراحل بگم اول در مورد ورود و خروج میگم. ما میدونیم که گازی که از مخزن با فشار 200 بار میاد با لوله فولادی میاد. در نتیجه روی رگلاتور وقتی نگاه کنیم یه مسیر یا یه نقطه‌ای هست برای نصب لوله فولادی به رگلاتور که میشه اون مسیر ورودی و فلزی هست که اگر روش رو نگاه کنیم ممکنه فلش گس‌این یا نوشته شده گس‌این روی رگلاتور باشه. پس 2 تا روش داره، یکی فلزی لوله فولادی بهش وصل میشه، 2 اینکه فلش داره، 3 اینکه ممکنه روش نوشته شده باشه ورود گاز. پس گاز پرفشار با لوله فولادی میاد.
و گاز کم فشار با لوله پلاستیکی خارج میشه. میگردیم یه لوله کلفت که فشار کمتری رو باید خارج بکنه و پلاستیکی باشه رو پیدا میکنیم که میشه این لوله. پس این هم میشه لوله خروجی. خب با همین میتونیم به راحتی مراحل رو هم شناسایی کنیم. مسلماً گازی که با فشار 200 بار میاد داخل رگولاتور به هر مرحله‌ای که برسه میشه مرحله 1. پس گاز با فشار از اینجا وارد میشه و میرسه به این مرحله. پس این میشه مرحله 1 ما. اگه نگاه کنیم این مرحله کوچکتر از این مرحله است. پس دومین موردی که تمایز قائل میشه بین مراحل سایز اون مرحله است. مرحله اول چون فشار بیشتری داره، دیافراگم کوچکتری داره و سایز کوچکتری داره، پس میشه مرحله 1. وقتی میریم به مرحله 2 اندازه بزرگتر میشه و دیافراگمش هم باریکتر یا نازکتر میشه اصطلاحاً. پس مرحله 1، مرحله 2 و مرحله 3 رو که نگاه میکنیم بزرگتر از همه است و دیافراگم به مراتب خیلی نازکتری داخل اون قرار داره. وقتی که بازش هم بکنیم از فنری که روی این دیافراگم ها قرار دارن میتونیم مرحله رو تشخیص بدیم. هر چقدر فنر ضخیم‌تر و قوی‌تر باشه مرحله اول جلوتریه. پس مرحله 1 فنر قوی‌تر، مرحله 2 فنر یکم ضعیف‌تر از اون و مرحله 3 فنر ضعیف‌تر از همه رو داره. اما بیایم سراغ بقیه قطعاتی که هست. پس یه ورودی شد، یه خروجی شد، تعداد مرحله ها رو شناسایی کردیم، یه مسیر داریم برای ورود و خروج آب یا دور زدن آب توی رگولاتور. توی رگولاتور کار کاهش فشار رو هم انجام میداد برای ما. همیشه میدونیم فرایند کاهش فشار توی ترمودینامیک با گرماگیری هستش. در نتیجه ممکن است که این کاهش فشار 200 بار به مثلا 2 بار یا 1.5 باری که اتفاق میفته توی رگولاتور ممکنه باعث برفک زدن یا یخ زدن روی رگولاتور بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته میایم آب گرم موتور رو وارد رگولاتور میکنیم تو قسمت بدنه آلومینیومی که با هیچ جای دیگه هم تماس نداره. آبو میچرخونیم توی قسمت خیلی کوچیکه و باعث گرم شدن بدنه رگولاتور میشه و از یخ زدگی رگولاتور جلوگیری میکنه. یکی از دلایلی که نباید موقعی که سرد ماشین رو بذاریم روی گاز همینه، چون وقتی که سرده رگولاتور هم سرده ممکنه رگولاتور یخ بزنه. پس یه مسیر ورود و خروج آب هم داره. غیر از اون یه شیر برقی روی رگولاتور وجود داره که وظیفه اینو داره که زمانی که سویچ رو میذاریم، کلید گاز رو بس میکنیم میذاریم روی گاز، مسیر گاز ورودی رو به رگولاتور باز بکنه یا مسیر گاز خروجی از رگولاتور رو اجازه عبور بده که شیر برقی حالا بعداً توضیحاتش داده میشه. و یه قسمت دیگه داریم روی رگولاتورها پیچ‌های تنظیم هست که 2 تا پیچ تنظیم معمولا روی رگولاتورها وجود داره. یکیشون میاد فشار رو تنظیم میکنه و یکیشون میاد دبی رو تنظیم میکنه. اصطلاحاً پیچی که بزرگتر هست و پلاستیکی هست برای تنظیم سلوی ماشین مورد استفاده قرار میگیره و پیچی که به صورت برنجی و کوچیکتر هست معمولا ما اینو تو حالت بسته کامل قرار میدیم برای اینکه تنظیم ماشین به هم نخوره و نیازی نداریم که فشار رو بیشتر ببریم بالا. تو سیستم‌های CNG همین 2 تا پیچ تنظیم رو داریم که یکیش رو میبندیم و یکیش رو باهاش سلو رو تنظیم میکنیم. این برای رگولاتور شهاب هست و میریم حالا رگولاتور بعدی، رگولاتور تکنو که توی نسل دوم مورد استفاده قرار میگیره. این رگولاتور هم 3 مرحله‌ای بود. اگه نگاه کنیم میبینیم یک کله بندی 2 تا و یکی هم پشت اینجا داریم. از کجا بفهمیم کدوم اولیه؟ لوله فرودی رو دنبال میکنیم میرسه به مرحله اول. پس این میشه مرحله اول، این بزرگتر میشه مرحله دوم و این یکی بزرگتر میشه مرحله سوم. ورودیمون لوله فولادی بود، روش هم نوشته. خروجیمون یه لوله بزرگتر هست، دوباره ممکنه روش نوشته باشه. پس اینم خروج گاز فشار ضعیفمونه. یه دونه شیر برقی داریم که توضیح دادیم کارش چیه و پیچ‌های تنظیم که دوباره اینجا 2 تا پیچ تنظیم می‌بینیم، یه پیچ کوچیک‌تر و یه پیچ بزرگتر که گفتیم باهاش میتونیم دبی و فشار گاز رو تنظیم کنیم. لوله ورود و خروج آب که الان روی این رگولاتور یکی از لوله ها شکسته
یه ورود داریم و یه دونه خروج که آب فقط توی اینجا دور بزنه. شاید سوال پیش بیاد که آیا فرق می‌کنه ورود و خروج؟ خیر، فقط آب باید توی اینجا دور بزنه که معمولا از جهت بخاری هم این لوله گرفته میشه. اما یه چیزی که اضافه داره این رگولاتور، یه سوپاپ فشار هست. این سوپاپ فشار کارش چیه؟ زمانی که دیافراگم پاره بشه، برای اینکه این فشار زیادی نره و توی دیافراگم‌های بعدی به اونا خسارت بزنه و یا اینکه بره داخل موتور و باعث ایجاد آسیب بشه، یه سوپاپ فشار حدود 8 بار روی این قرار دادن که اگر این مرحله اول نتونه فشار رو کم بکنه، از این سوپاپ گاز میزنه بیرون تا آسیبی به موتور وارد نشه. پس این هم سوپاپ فشاره. تو بعضی از رگولاتورها هست، تو بعضیا نیست. رگولاتور بعدی رگولاتور نسل 2 OMVL پرایدی بود که دوباره اینم 3 مرحله‌ایه. می‌بینیم کله قندی ها رو. یه مسیر گاز ورودی داشتیم که لوله فولادی بهش وصل میشه، شیر برقی فشار قوی رو داریم سر راهش، یه دونه فشار سنج رو داریم که بهش میگیم گیج، گاز میاد وارد میشه. پس این میشه مرحله 1. بعدیش مرحله 2 شیر برقی فشار ضعیف رو داریم و مرحله 3 هم که پشت رگولاتور قرار داره و بزرگتر از همه هست، هم فنر ضعیف‌تره هم دیافراگم نازکتری رو داره. پس مسیر ورودی این شد و مسیر خروجیمون میشه این لوله پلاستیکی بزرگتر. یه مسیر آب داشتیم که 2 تا لوله اینجا داریم، یکیش ورود و یکیش خروجی آب هست. توی رگولاتور OMVL 2 تا خروجی برای گاز گذاشتن که بسته به نوع نسل رگولاتور که رگولاتور رو اینوری نصب کنیم توی ماشین یا اینوری نصب کنیم، میتونیم جای اینها رو جابجا کنیم. اما این نکته رو مد نظر داشته باشید، در هر رگولاتوری رو هر ماشینی که نصب می‌کنیم حتما باید به صورت عمودی رگولاتور نصب بشه و در راستای طولی خودرو که اینرسی روی دوی اون تأثیر نذاره. رگولاتور بعدی رگولاتور OMVL سکونشیال، معروف رگولاتور سکونشیال هست که توی سیستم‌های نسل 3 استفاده میشه. این رگولاتور 2 مرحله داره، دقیقاً همون رگولاتور OMVL هست، با این تفاوت که مرحله 3 حذف شده. گاز از لوله فولادی وارد میشه، یه گیج فشار داریم، مرحله اول، مرحله دوم و خروجی. پس طی 2 مرحله فشار کم میشه. لوله آب که در 2 طرف هست و جاهای مختلف دیگه هم داره. مثلا توی این مدل چون نسل 3 هست، یه محل نصب سنسور دما روی این رگولاتور هم تعبیه شده و این پشت درپوشه، فقط یه درپوشه که اینجا نصب شده. یه سری پیچ‌های تنظیم هم روی خود دیافراگم وجود داره، یکی این طرف یکی این طرف، و اینها یه لوله‌های خلأ یا لوله فشار هوایی هم بهشون وصل میشه برای اعمال فشاری که روی دیافراگم کمک بکنه به تنظیم فشار. رگولاتور بعدی رگولاتور NG2 هست که گفتیم تو خودروی 405 استفاده می شده با سیستم لندرنزو LC02 یا اومگاس مورد استفاده قرار میگیره. 2 تا سیستم بود. این رگولاتور هم 2 تا کله قندی داریم این طرف و اون طرف، پس 2 مرحله‌ای هست، برای همین هم بهش میگیم NG2 چون 2 مرحله است. یه لوله فولادی داریم اینجا که گاز وارد میشه، یه شیر برقی، یه دونه فشار سنج یا گیج داریم، گاز وارد مرحله میشه، توی یه مرحله فشار کم میشه و بعد از اون میاد تو مرحله دوم و از اون خارج میشه. روی هر مرحله اگه نگاه بکنید ممکنه یه دونه پیچ تنظیم وجود داشته باشه. تو رگولاتورهای نسل 3 معمولا پیچ‌های تنظیم دیگه 2 تا نیست، یه دونه میشه و توی مرحله آخر قرار داره. یه دونه سوراخ تعدیل فشار هم اینجا داریم که فشار هوا یا فشار جو رو روی رگولاتور اعمال میکنه یا اینکه خلأ رو اعمال میکنه روی دیافراگم برای کنترل و تنظیم فشار بهتر. توی این مدل هم یک سوپاپ فشار داریم که اگر مرحله اول نتونه فشار رو کم بکنه، از اینجا سوپاپ میزنه بیرون. یکی از ایرادای این رگولاتورها همینه که این سوپاپ‌ها زود خراب میشن. توی این مدل NG2
البته خب تولید اینا هم دیگه انجام نمیشه. رگولاتور بعدی رگولاتور NG1 هست. این رگولاتور NG1 دقیقاً نصف اون رگولاتوره، یعنی نصفه دیگه رگولاتور رو کنار گذاشتن، برای همین بهش میگن NG1 یه مرحله‌ایه، یعنی توی یه مرحله فشار رو کم میکنه، گاز فشار قوی از لوله فولادی وارد میشه، یه شیر برقی داریم و وارد مرحله رگولاتور میشه و از اونجا از لوله فشار ضعیف خارج میشه. میبینیم مثل بقیه دوباره لوله ورود و خروج آب رو داریم، اعمال فشار خلا یا فشار جو رو داریم، سوپاپ کنترل فشار رو داریم میزنه بیرون و فشار سنجمون یا گیجمون که توی این مدل به این صورت هست و سنسور هست رو داریم مشاهده میکنیم و یه پایه‌ای که با این به خودرو متصلش میکنیم. و رگولاتور آخری که خدمتتون عرض میکنم رگولاتور بوش هست، رگولاتور خودروی EF7 بای فیول. معروف رگولاتورهای پیستونی هم هستن، اما پیستونی داخل اینها نیست. اگر جایی شنیدیم همون رگولاتور با همون مکانیزمی که دیافراگم متصل به دیافراگم داریم توی اینجا هست. یه مرحله داریم، یک کله قندی داریم، پس یک مرحله‌ایه. گاز فشار قوی با لوله فشار قوی وارد میشه و با لوله فشار قوی از این مسیر وارد میشه، شیر برقی سر راهش قرار داره، میاد توی اینجا کاهش فشار پیدا میکنه و چون نسل 4 هست و فشار خروجیمون حالا مثلا توی این رگولاتور حدود 6 بار 7 بار هست، مسیر خروجیمون هم لوله هامون مثل لوله های فشار ضعیف نسل های پایین تر نیست. لوله های بسیار محکمتری با پرس های خیلی محکمتری هستن که بتونن فشار 9 بار رو تحمل بکنن. دوباره مسیر آب رو داریم داخلشون که میبینید 2 تا لوله آب، جنتای آب بهش وصل میشه. فشار سنجمون رو داریم که این قسمت هست و تنظیم فشار که قاعدتا تو اینا انجام نمیشه، یه پیچ‌های تنظیم داخل خود این رگولاتور هست و نیازی به تنظیم اونها نداریم. این مختصری بود از انواع رگولاتورها و قطعات و مسیرهایی که روی رگولاتورها وجود داره. انشالله مفید حاصل شده باشه و توی ترک‌های بعدی نحوه عملکرد و تشریح مدارهای داخلیشون رو خدمتتون ارائه میدیم. موفق و پیروز باشید.